مختلف است. یکی از همین روستاها ازناو است که مقبره امامزاده ازناو یا امامزاده عین و قین در آن قرار دارد با قدمت بنایی متعلق به دوره سلجوقی. مردمان این ده می دانند که با آغاز فصل سرما زندگی آنها تغییر خواهد کرد. در شهرها فارغ از تغییر فصل زندگی جریان دارد و مردمان به کار و فعالیت مشغولند. در شهر همدان مقبره ابوعلی سینا پزشک ایرانی خودنمایی می کند. بوعلی حسین ابن عبدالله معروف به ابوعلی سینا همه چیزدان و دولتمرد ایرانی بود که در زمان سامانیان زندگی می کرد. شهرت او به واسطه پزشکی است. وی 450 کتاب و رساله نگاشته است که مشهورترین آنها قانون و شفاست. پیکر او همکنون در میدان بوعلی همدان است. بنای یادبود مزار او در سال 1333 ساخته شده. هر سال شمار زیادی از هموطنان ما برای ادای احترام به این حکیم و پزشک ایرانی به همدان می آیند. کتاب‌های او تا سالیان دراز راهنمای پزشکان در غرب بود و هست. در نزدیکی این آرامگاه مجسمه سنگی ابوعلی سینا قرار دارد. شاهکاری ساخته ابوالحسن صدیقی، نقاش و مجسمه ساز مشهور. این میدان که از شلوغ‌ترین میادین همدان است، به احترام این پزشک ایرانی میدان بوعلی نامیده می شود. از دیگر میادین شلوغ همدان میدان امامزاده عبدالله است. میدانی که در مرکز آن بارگاه امامزاده عبدالله از نوادگان موسی بن جعفر است. شکل فعلی بنای امامزاده در سالهای اخیر بنا شد، به جای بنای قدیمی آن که از سنگ و گل بود و در عهد قاجار بنا شده بود. در حال و هوای شهر همدان هستیم که از دور دست‌ها قلل پوشیده از برف رویت می شوند. برف در این ارتفاعات نشان از آمدن فصلی سرد دارد. در همین حال می توانیم نگاهی به شیر سنگی همدان داشته باشیم. یادمانی از تاریخ و تمدن ایرانی که امروزه در میدانی به همین نام قرار گرفته تا عموم مردم از آن بازدید کنند. یونانیان این شیر سنگی را ساخته اسکندر مقدونی می دانستند و تاریخ ساخت آن را به سال 324 پیش از میلاد نسبت می‌دادند.
حالانکه یافته‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که این شیر متعلق به دوره ماد هاست. بازار سنتی همدان یکی دیگر از جاذبه‌های این شهر است. این بازار یکی از شلوغ‌ترین محله‌های همدان است. خیابانی سنگ فرش شده با ساختمان‌های کلاسیک و کهن در دو سوی خیابان و میدانی بزرگ و وسیع که گنجایش عابرین بسیاری را دارد. میدان بازار همدان یکی از مهمترین میادین این شهر به شمار می رود. معماری آن بسیار زیبا و الهام گرفته از معماری عصر قاجار است. در چهار طرف آن ساختمان‌های قدیمی که اصالت را فریاد می‌زنند قرار دارد. نوع معماری و ساخت پنجره‌ها در اطراف آن مربوط به عهد قاجار است. یکی دیگر از جاذبه‌های شهر همدان گنبد علویان شهر است. یادگاری از دوره سلجوقی با گچبری و شیوه معماری پس از اسلام. این مکان مقبره خانوادگی علویان همدان است و در نزدیکی میدان امامزاده عبدالله قرار دارد. نقوش اسلامی بر روی بنای گنبد علویان نشان از طرز فکر و نوع نگرش سازندگان آن دارد و گمان می رود در ابتدا این بنا به عنوان مسجد استفاده می شده. از دیگر شاهکارهای معماری در همدان مسجد جامع این شهر است. مسجدی که یادگار دوران قاجار و راوی عمق تأثیر فرهنگ اسلامی در ذهن مردم همدان است. کتیبه‌های موجود در این مسجد سال 1251 هجری قمری را نشان می‌دهد، در دورانی که فتحعلی شاه قاجار در ایران حکمرانی می‌کرد. اگرچه گمان می‌رود که ساخت این بنا قبل‌تر از دوران فتحعلی شاه قاجار آغاز شده باشد. این مسجد در مرکز شهر تاریخی همدان جلوه‌گری می‌کند و محل عبادت و تجمع مردم این شهر است.
در مراسمات مذهبی و ملی مردم شهر همدان مسجد جامع این شهر را به عنوان محل تجمع خود انتخاب می کنند. این سنت از دیرباز در میان مردم بوده و با تغییر نسل‌ها خللی در آن رخ نمی‌دهد. با توجه به نزدیکی مکان مسجد جامع به بازار همدان، مسیر تجمعات مردم همواره میان این مسجد و بازار همدان شناور است. مردم در میانه این تجمعات از جوار مقبره حکیم ابوعلی سینا نیز عبور می‌کنند. هرچقدر در شهر همدان حرارت و گرمای وجود مردم حس می شود، در کوهستان‌های اطراف چیزی جز سکوت و صدای زوزه باد نمی توان شنید. بر بلندای کوه‌ها برف سنگین زمستانی نشسته و سکوت در همه جا حکم فرماست. برف کوهستان را به نبردی تن به تن فراخوانده است. ده‌ها رودخانه کوچک در سراسر این کوهستان به حرکت در می‌آیند تا زندگی را به شیوه‌ای دیگر برای این کوهستان تفسیر کنند. این رودها برای رسیدن به مقصد مسیر پرپیچ و خمی را طی می‌کنند. خطوط این رودخانه‌ها بر کوهستان شاهکاری است که خالق طبیعت آن را نقش کرده و جلوه‌های کم نظیری را برای این کوهستان می‌سازد. در این زمستان سد اکباتان پوشیده از برف است و به گرمی از میهمانان خود پذیرایی می کند. در زیر این لایه‌های برف پشت سد آب نیز جریان دارد. در ارتفاعات آب این مایه حیات هر جا که میتواند را میکاود و در برخی نقاط دل سنگ را میشکافد و از آن بیرون میآید. این جهد و کوشش آب مناظری زیبا را در طبیعت میسازد، مناظری خیره کننده. فارسی باستان ایلامی و بابلی نو نگاشته شدند. اما مردم همدان راز سربلندی و ایستادگی را نسل در نسل از این کوهستان آموختند. کوه‌ها بیشتر از 7000 سال قدمت دارند که همچون الوند ایستادگی را زندگی کرده و به فرزندان خود می‌آموزند.